این ویدیو در مورد ساخت کانفیگ و پنل ویتوره به ساده ترین و سریع ترین روش ممکن بریم که داشته باشیم. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. خب اول این برنامه رو ترمیوس اینجا هستیم وسط صفحه که دارم تکونش میدم الان، اینو اول دانلود کنید و نصب کنید، بعد برنامه رو اجرا کنید. برنامه رو که باز کردید روی نیو هاست میزنید که سرورتون رو بتونید اضافه کنید به برنامه. سرور لینوکستون که آی پی تمیز و سالم داره و فیلتر نیست. یه همچین صفحه این کنار سمت راست براتون باز میشه. قسمت اول آی پی سرورتون رو باید بنویسید اینجا، مثل همین دونه که من اینجا اضافه کردم. دیگه اینجا نمی‌نویسم چون یه دونه ساختم اینجا برای این ویدیو. اینجا آی پی قسمت اول آی پی سرور رو میزنید. این قسمت ها رو کاری نداریم، دست نمیزنیم. میایم اینجا قسمت SSH یوزرنیم وارد میکنیم که معمولا یوزرنیم روت هست. روت مینویسیم و قسمت دوم پسورد سرور اوبنتومون همون لینوکسمون رو وارد میکنیم. بعد یک دونه هاست اضافه میشه اینجا که میتونیم وارد سرورمون بشیم. من الان اون صفحه رو بستم چون قبلا اضافه کردم سرورمون و الان دوبار روی این کلیک میکنم تا وارد سرورم بشه. خب الان وارد سرور شدیم. تنها کاری که باید بکنیم اینه که یه فایلی داخل تلگرام براتون میذارم، به ترتیب مثل من قدم به قدم پیش میریم. فایل رو باز میکنیم. اینجوری من اینجوری کنم صفحه رو که راحت تر بتونید ببینید. گزینه اول باید آپدیت کنیم. سرور رو میزنیم، کپی میکنیم دستور رو، پیست و اینتر. سرور آپدیت بشه، کم زمان میبره، بستگی به قدرت سرورتون داره که هرچی قدرت سرورتون بیشتر باشه سریعتر آپدیت میشه. هرچی قدرت سرورتون بیشتر باشه تعداد افراد بیشتری میتونن به کانفیگ ها متصل بشن. اینتر میزنیم، بازم اینتر. خب حالا آپدیت شد سرورمون، باید نصب کنیم دستور رو. نصب میزنیم، نصب شد. اینتر و اینتر. دو تا پنل داریم اینجا، یه پنل انگلیسیه یه پنل فارسی که انگلیسی هم داره. البته این پنل فارسی خیلی پیشرفته تره و امکانات بیشتری داره. حالا چرا این انگلیسی هم گذاشتم اینجا؟ کسایی که اوبنتو زیر 19 فکر کنم دارن نمیتونن این پنل رو نصب کنن، باید از این پنل استفاده کنن یا هم پنل اصلی چینی. اوبنتوی بالا بگیرید همیشه که بتونید این پنل نصب کنید. الان کپی کردم، پیست کردم. خب جفتش نصبش مثل همه، فرقی نداره. اینجا میگه که میخواید ادامه بدید، میگه بله یس، یه وای می‌نویسیم. اینتر. میگه یه یوزرنیم وارد کنید. خب من یوزرنیم کانال رو میذارم مثلا تایمینگ وی پی ان. یوزرنیممون، پسوردمون مثلا دوباره تایمینگ وی پی ان، اینم پسورد. خب حالا میگه که پورتمون چی باشه. پورت رو ببینید دوستان، من پورت رو پیشنهاد میکنم که پورت های کلودفلر بذارید. میتونید این پورت ها رو استفاده کنید یا از این پورت ها که خودم از این پورت های بالا استفاده میکنم معمولا. اینو میبندم دیگه. تو گوگل بزنید پورت های کلودفلر براتون میاره. حالا توضیحات بیشتر بعداً تو ویدیوهای جدا میدم بهتون. 80 مثلا میزنم پورت الان. خب به همین سادگی سرور و
پنل ویتوریمون ساخته شده و میتونیم کانفیگو بزنیم. یه دستور دیگه هم گذاشتم براتون که اگه سرعتش پایین بود یا خیلی قطعی داشت این دستور رو بزنید، ولی تأثیر نداره. من هیچ وقت حالا خودم استفاده نکردم. همش بستگی به سرور لینوکستون داره که چقدر آی پیش تمیز باشه و سالم باشه. الان ما به این کاری نداریم. من اینو میبندم دیگه، تموم شد کارمون با این. حتی با این هم کاری نداریم دیگه، اینم میبندم. حالا باید چیکار کنیم؟ حالا ما پنلمون ساختیم، چطوری کانفیگامون رو بسازیم؟ چطوریشو الان بهت میگم. گوگل تو باز میکنی، اینجا این بالا حتما باید وارد کنی، نه اینجا بنویسی. اینجا میای آی پی سرور تو پیست میکنی، یه 2 نقطه جلوش مینویسی، 2 نقطه. بعد پورتی که زده بودی توی ترمیوس اونجا 80 مثلا من وارد کردم، حالا تو هرچی وارد کردی و مینویسی 80. اینتر رو میزنی، ساب میکنیم تا وارد پنل بشه. چون دفعه اول خیلی طول میکشه تا وارد پنل بشه. دفعه بعدی سریع وارد پنل میشه. چند ثانیه صبر میکنیم. خب یه همچین صفحه‌ای براتون باز میشه. چند تا نکته هم هست بگم. اگه دیدین بدون وی پی ان وارد پنل نمیشه، بدونید آی پی تون تمیز نیست و فیلتر آی پی تون. اگه با فیلتر چکم باید بری که دیگه هیچی، دیگه چه فایده داره؟ یعنی سرورت فیلتره، کانفیگاری که بزنی فیلتره، نمیتونی استفاده کنی. پس خودتو اذیت نکن، برو آی پی تو عوض کن. البته برای این روش در هر صورت ببینید با وی پی ان وارد پنل بشید، چون که بدون وی پی ان وارد پنل بشید ممکنه آی پی سرورتون لو بره و فیلترش کنن. پس همیشه با وی پی ان وارد پنل بشید، ولی برای این روش باید بدون وی پی ان پنلتون بالا بیاد، وگرنه یعنی پنلتون فیلتره، کانفیگاتون فیلتره، سایتتون، سرورتون، همه چی فیلتره. خب حالا اینجا یوزرنیم و پسورد میخواد. یوزرنیم و پسورد روت نیست. یوزرنیم روت نیست. یوزرنیم اونی که ما داشتیم موقع دستور میزدیم وارد کردیم. من نوشتم تایمینگ وی پی ان. موقع از همون خواست یوزرنیم پسورد چی بذاریم، همونو وارد میکنیم. بعد اینجا زبان رو میتونی انتخاب کنی، چند تا زبان پشتیبانی میکنه این پنلی که ما وارد کردیم. بذاری رو فارسی مثلا. اینجا حالت شب و حالت روز داره، همون روزشو فعلا میذاریم. تایمینگ وی پی ان پس و اشتباه زدم، نه. خب لاگین میکنیم و تمام. الان ما وارد پنل شدیم. به همین راحتی یه پنل داریم که میتونیم کانفیگ بسازیم. اینجا هم درصد سی پی یو که چقدر داره استفاده میشه و رم و اینا رو نشون میده که وقتی داغ کنه سی پی یو خیلی کاربر زیاد وصل باشن بهش داغ میکنه و اینا پر میشه، 100% میشه، اینا قرمز میشه و پنلت خاموش میشه، همه قطع میشه. میایم قسمت سرویس ها. اینجا اضافه کردن سرویس میزنیم، یه اسم براش انتخاب میکنیم. پروتکل یا اولی بذاری یا دومی. که دومی معمولا همه میذارن رو دومی. این دست نکنید. پورت هم که هر چی دوست داشتید بذارید. اینجا مهم نیست پورت چی باشه. برای کاری که ما انجام میدیم کانفیگ زدن به طور مستقیمه، یعنی مستقیم به خود سرور اصلی وصله کانفیگامون. برای همین پورت زیاد مهم نیست. یه دونه تاریخ میتونیم اینجا انتخاب کنیم یا میتونید انتخاب نکنید. اینجا تاریخ رو بی نهایت بذارید. حجمم بی نهایت وقتی 0 باشه.
کاربر اینجا یکی اضافه میکنیم. مثلا من اسم خودم مینویسم، اینم که آیدی رو به هیچ وجه تغییر ندید. توصیه میکنم محدودیت IP تعداد کسایی که میتونن وصل بشنه مثلا میذارید 3 عدد. بعد ترافیکشو اینجا تنظیم میکنید. مثلا من برای خودم میخوام آقا 3 گیگ 4 گیگ استفاده کنم یا 40 گیگ استفاده کنم. شروع بعد از اولین استفاده، یعنی بعد اولین استفاده ای که بکنه شروع میشه کانفیگش و بهش اعتبار میدیم. مثلا 30 روز بعد کانفیگش قطع بشه. بعد از اینکه اولین بار استفاده کردی یا نه میتونیم اینو برداریم و یه تاریخ بهش بدیم، 1 ماه بعد کانفیگش قطع بشه. خب کاربر رو میبندیم و میایم اینجا HTTP رو فعال میکنیم. اینجا به علاوه رو میزنیم. درخواست سرور یه هاست میخواد ازم. این قسمت خیلی مهمه و خیلی تاثیر داره روی کانفیگا. یه هاست اینجا اد میکنیم. هاستا رو گذاشتم تو کانال، یه عالم هاست هست بستگی به سرورتون. هر کدوم که به سرورتون بهتر میخورد هاست رو انتخاب میکنید و میذارید اینجا. باید همه رو یکی یکی تست کنید ببینید کدوم هاست سرعت بیشتری داره برای کانفیگاتون. مثلا من هاستی که همیشه میذارم، مثلا میتونیم ما این هاست رو بذاریم اینجا. کپی کردم، حالا پیست میکنم. این هم از هاستمون. هاست رو که اضافه کردیم دست به هیچی نمیزنیم و اضافه کردن که زدیم اینجا یه به علاوه است میزنیم روش و این قسمت حجم مصرف شده و حجمی که داره رو زده، تاریخ انقضا رو زده، کاربر اسمش رو زده، فعال یا فعال نبودنش رو زده و میتونیم از اینجا تغییر بدیم یا ریست کنیم و اطلاعات بیشتر رو. خب روی این میزنیم، یه QR کد بهمون میده که روی این QR کد که کلیک کنید کپی میشه کانفیگتون رو. میایم توی برنامه، الان کانفیگمون کپی شده، پیست میکنیم. بله این هم از کانفیگ، تستش کنیم. یوتیوب. خب میبینید که یوتیوب بالا ورد. این یوتیوب یا چیه؟ یوتیوب به راحتی با سرعت بالا داره باز میشه. ببینید الان خب به این کانفیگ ساختیم، به این کانفیگی که ساختیم من وصلم. ببینید این سبز، خب اینم آدرس سروره، به این وصلم دیگه، درسته؟ اینم یوتیوب که چه سری داره بالا میاد، مشکلی هم نداره. حالا چطوری کاربر جدید اضافه کنیم؟ میان اینجا فهرست رو میزنید، کاربر جدید میزنید. فقط کافی یک یوزرنیم و حجم و زمان بدید بهش، بعد اضافه کردن میزنید و اینجا اضافه میشه. به همین راحتی، نیازی نیست اون همه کاری که دفعه قبلی انجام دادیم و دوباره انجام بدید و از اینجا راحت میتونید اطلاعاتشو حذف و ویرایششو انجام بدید. پس نیازی نیست سرویس اینجا بزنید اضافه کنید 2 ساعت، هاست بزنید، نمیدونم از این جور کارا. برای همین ما اینجا اومدیم ترافیکشو گذاشتیم رو نامحدود و تایمشو گذاشتیم روی نامحدود که به کاربرها ما زمان و ترافیک بدیم، نه به کل سرویس کانفیگمون که شامل چند زیر مجموعه یوزر میشه. اینجا هم تنظیمات پنلشه که کاری به اینجا نداریم، اصلا عوض نکنید، اینجا رو دستکاری نکنید. فقط میتونید بیاد از این قسمت نهایتش پسوردش رو عوض کنید.
چند تا نکته دیگه هم هست که باید ایکسریتون این نسخه باشه، حتما این ورژن باشه، ورژن های دیگر رو نذارید. هر ورژن کارهای خودشو داره، پس بذارید روی همین ورژنی که من الان گذاشتم و استفادهش. این گزینه شروع مجدد هم که ریستارت کردن پنلتونه. وقتی پنلتون خیلی داغ میکنه و خاموش میشه، شما باید پنلتون رو ریست کنید، ریستارت کنید، ریستارت کنید، همین میزنید ریستارت میشه و تمام، دوباره پنلتون روشن میشه. ولی اگه پنلتون روشن شد و خیلی کاربر زیادی بهش وصل بشه، دوباره داغ میکنه و دوباره خاموش میشه همون لحظه در جا. پس باید شما به اندازه قدرت سرورتون بیاید کاربر بدید به بقیه، کانفیگی بزنید. یه نکته از این پنل و کانفیگاش تقریبا یه هفته دووم میاره، بعد یه هفته فیلتر میشه و شناسایی میکنن آی پیشو. این ساده ترین روش زدن پنل و کانفیگ بود و سریع ترینش. برای اینکه پنلتون فیلتر نشه چند تا راه حل هست که تو ویدیوهای بعدی توضیح خواهم داد و چند تا روش دیگه هم هست که پنل بزنی و اصلا فیلتر نشه. من خودم 1 سال پنلم فیلتر نشده و آی پی مو عوض نکردم، سرورم عوض نکردم و نت ملی هم دور میزنه. این نت، این پنل، این کانفیگ نت ملی رو دور نمیزنه چون مستقیم وصله به سرور. این روش مستقیمه. روش دیگه هم هست که نت ملی رو دور میزنه و اصلا فیلتر نمیشه و قطعی نداره. اگه از این ویدیو استقبال کنید بقیه روش ها رو براتون میذارم تا اونا رو هم یاد بگیرید. چند تا کانفیگ هم میسازم الان، میذارمشون تو کانال تلگرام. یه ربات هم میسازم. حتما سابسکرایب کنید یوتیوبمو و لایک و کامنت هم بذارید. یه ویدیو بگیرید و بفرستید توی اون رباتی که قراره بسازیم. توی کانال تلگراممون اعلام میکنم آیدی ربات چیه. بین 1 هفته تا 1 ماه شاید من 1 ماه بذارم کانفیگ رایگان برید توی ربات دریافت کنید، فقط با ارسال یه ویدیو که یوتیوب همو سابسکرایب کردین و این ویدیو لایک و کامنت گذاشتین و کردین. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدید. تا دیدار بعدی، بدرود.